90% سوالای زبان انگلیسی رو قراره تو این پست بهت آموزش بدم. پس این پست رو سیف کن و لایکت نره. What یعنی چه؟ چی؟ What is your name? What is چه هست؟ Your name اسم تو یعنی اسم چیه؟ What is your last name؟ یعنی فامیلی چیه؟ What a big house! چه خونه بزرگی؟ اینجا what برای تأکید میاد. What a beautiful girl! چه دختر زیبایی. Where یعنی کجا. Where are you from؟ یعنی اهل کجایی. Where is my bag؟ کیفم کجاست. When کی چه وقتی. When is your birthday؟ When is کی هست. Your birthday تولد تو. تولدت کیه؟ When does your class start؟ کلاست چه موقع شروع میشه؟ When will you come back؟ کی برمیگردی؟ Who یعنی چه کسی. Who are you؟ تو چه کسی هستی؟ Who is your teacher؟ Who is چه کسی است. Your teacher معلم تو. معلم چه کسیه. Which کدام. Which one یعنی کدوم یکی کدومش. Which one do you prefer کدومش رو ترجیح میدی. Coffee or tea قهوه یا چای. Why چرا. Why are you here Why چرا. Are هستید. You شما تو. Here یعنی اینجا. تو چرا اینجا هستی؟ Why do you learn English؟ چرا زبان انگلیسی یاد میگیری؟ How چطور چگونه. How are you حالتون چطوره؟ I'm fine How about you خوبم خودت چطوری؟ Whose مال چه کسی. Whose book is this این کتاب چه کسی است. Whose pens are these اینها خودکارهای چه کسی است.